در تقویم غیر رسمی افغانستان 30 ثور به عنوان روز فرهنگ هزارگی شناخته می شود. فرهنگ زنده هزارگی که شامل لهجه ها، گویش های محلی هزارگی، لباس، موسیقی فولکلور و رقص های محلی است. اما بخش مهم دیگری از آن فرهنگ ادبی آنهاست که شامل اشعار، دو بیتی، قصه ها و افسانه ها می باشد. از این روز برای اولین بار در سال 2017 در پاکستان تجلیل شد. هزارها مردمی زحمتکش، وطندوست، صلح‌دوست و مهربانی هستند. تنوع فرهنگی مردم افغانستان سبب قوت، اقتدار و هویت متحد و واحدی به اسم افغانستان عزیز بوده و هستند. برخی از فعالان فرهنگی هزاره ها می گویند روز فرهنگ هزارگی را تجلیل می کنند تا از فراموشی سنت های فرهنگی افغانستان جلوگیری و آیین و رسوم هزارگی را حفظ کنند. از نظر آنها این روز بهانه است برای یادبود رسومی که ریشه های باستانی و پرقدامت در گذشته دارد.